یوگا اسیدونی بچه خوش اومدید. جدید من هانیمتیک هستم. اومدم یه اخبار جدید سیزن 8 کال آف دیوتی برای شما بذارم. بچه حالا یه همچین چیزی که به قول اکتیویژن برای نسخه چینی کال آف دیوتی اضافه کرده بود، طبق خبر رسمی اکتیویژن و خود اکتیویژن که داخل یوتیوبش گفت قراره این به نسخه گارنا هم اضافه بشه. همینطور یه اسکین هم قراره به طور رایگان به کال آف دیوتی اضافه بشه. تعداد گردونایی که قرار به کال آف دیوتی اضافه بشه، اونایی که خیلی زیادن لجندن زردن، اونا گردونای لجند برگشتی هن و اونایی که مثلا 3-4 تا کمن سمت چپ تصویر گذاشتن، اونا گردونای چیزن، گردونایی که قرار به بازی اضافه بشن. و یه گارمتیک داریم به اسم رم 7 فکر کنم، آره رم 7 که قراره مثلا بی 5 آمتیک باشه، فایرت بالا، همون رم 7 که قرار سیزن آینده به کال آف دیوتی موبایل اضافه شه. این سمت راستی هم بتل پسه و اون یکی هم بلک هاوس 7 که قرار اکتیویژن به گفته پلیرهای اکتیویژن مپ کال آف زامبی توری بکنه. یا مثلا اکثرا اعتراض دادن واسه اینکه چرا از انیمه ها مثلا با کمپانی انیمه ها همکاری داری دیگه، نه میخوام بیان با کمپانی زامبی و یه مپ خفنی هم قرار بیاد. و اون قبلا هم که بهتون گفته بودم قراره مپ جدیدی به کال آف دیوتی اضافه شه، قراره سیزن بعدی به کال آف دیوتی اضافه شه و احتمال زیاد موومنت کال آف دیوتی موبایل هم عوض بشه. این هم از اخبار سیزن 8 کال آف دیوتی موبایل. امیدوارم زیاد لذت ببرین، داکستان هم یادتون نره و خداحافظ تا ویدیوی بعدی. Enemy contact. The bomb has been planted. Tango down. Reloading. Cover me.